اگر کسی کار نیک انجام دهد و نماز نخواند بهشتی است. برای کار خیر انجام دادن، ببین انسان باید کار خیر رو شما از کجا میدانید که کار خیر هست؟ غیر از این است که از الله و رسول شما یاد گرفتید که فلان کار خیر هست، اون رو انجام بدهید ثواب داره و نمیدونم در قیامت به شما ثواب میرسد. اینو الله و رسول به ما گفتند. همون الله و رسول به ما گفتند که به طور مثال فرایض را باید انجام بدهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی که از الله متعال به طور نقل شده، الله متعال میفرماید که ما تقرب الی عبدی باحب مما افترضته علیه. هیچ بنده‌ای به من تقرب نمیجوید با عبادتی، با عمل خیری به اندازه‌ای که با فرایض به من تقرب میجوید. یعنی اگر شما که اهل خیر هستید میخوای کار خیر انجام بدهید، راهش اینه که حداقل فرایض رو انجام بدهید. کار خیر انجام ندادید، اون یک بخش دیگری هست. کار نفلی انجام ندادید، طاعات عبادات نفلی انجام ندادید، اون فرقی نداره، یک بحث کاملا جداگانه هست. حداقل مسلمانی این هست که شما باید به ارکان اسلام و به فرایض اصلی که نماز و روزه و زکات و حج هست به اینا پایبند باشید. بعد از این اگر کار خیری انجام دادید، خب اضافه بر اینا هست. اگر انجام ندادید باز هم گناهی رو مرتکب نشدید. اما این که اصل را ترک بکنید و برگردید مثلا به این که به اصطلاح کار خیر انجام دادید، خب این تأثیری نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر من فات صلاة العصر فقط حبط عمله. کسی که نماز عصرش فوت شد، نمازش به اصطلاح عباداتش باطل میشه، یعنی طاعات و خیراتش باطل میشه. یعنی ترک عمدی نماز سبب میشود که طاعات و عبادات شما از بین برود، حفظ بشود و نابود بشود. و بسیار از علما معتقد هستند که بسیار از سلف که اگر کسی نماز را ترک بکند این در واقع کافر هست، و کسی که کافر هست در واقع اعمال خیرش در قیامت ثوابی نداره. همین که در دنیا بهش خوشی میرسد، نعمتی میرسد، به اصطلاح در ناز و نعمت هست و خوبی های دنیا، همین ثوابش هست. کسی که ایمان به آخرت ندارد، اعمال خیرش در دنیا پاداشی ندارد، زیرا که اساسا این به خدا ایمانی ندارد، به قیامت ایمانی در واقع ندارد. پس بنابراین انسان باید که در مرحله اول پایبند واجبات باشد، فرایض و واجبات را انجام بدیم. کار خیر اگر دستتون برآمد که فبها و نعم، اگر انجام ندادید کسی شما رو مؤاخذه نمی کند.